در سالهای اخیر خاورمیانه وارد مرحله‌ای تازه از رقابت‌های نظامی و امنیتی شده است. مرحله‌ای که در آن هر تحول، حتی یک قرارداد تسلیحاتی، می‌تواند موازنه قدرت را در کل منطقه تغییر دهد. یکی از مهمترین این تحولات تصمیم ایالات متحده برای فروش جنگنده‌های نسل پنجم F-35 به عربستان سعودی است. جنگنده هایی که تا همین چند سال قبل تنها در اختیار 4 کشور قرار داشتند: آمریکا، اسرائیل، بریتانیا و ژاپن. اما حالا عربستان نیز در آستانه پیوستن به این باشگاه کوچک است و همین موضوع پیامدهایی وسیع‌تر از یک معامله عادی نظامی دارد. بر اساس مذاکرات و توافقات صورت گرفته، ریاض قرار است بین 40 تا 48 فروند جنگنده F-35 را خریداری کند. قراردادی که ارزش آن حدود 142 میلیارد دلار برآورد شده است. جنگنده F-35 فقط یک هواپیما نیست، یک سیستم پیچیده و شبکه‌ای از سنسورها و توانایی‌های اطلاعاتی است که نقش آن در جنگ‌های مدرن فراتر از پرواز، سرعت یا مانورهای هوایی است. این جنگنده عملاً یک مرکز پردازش اطلاعات پرنده است و همین ویژگی آن را به یکی از مهمترین ابزار نظامی آمریکا در سراسر جهان تبدیل کرده است. برای آمریکا فروش چنین جنگنده‌ای به یک کشور عربی در خاورمیانه تصمیمی ساده نیست. واشنگتن به خوبی می‌داند که این اقدام پیام‌های مهم سیاسی، امنیتی و ژئوپلیتیک دارد. یکی از دلایل اصلی آمریکا برای تصمیم‌گیری در این زمینه افزایش نفوذ چین در عربستان است. عربستان طی سالهای اخیر قراردادهای گسترده‌ای در حوزه‌های فناوری، هوش مصنوعی، انرژی، زیرساخت و حتی برخی همکاری‌های نظامی را با چین امضا کرده است. این روابط رو به گسترش برای آمریکا زنگ خطری جدی است. واشنگتن نمی‌خواهد شریک استراتژیکی که نقش مهمی در امنیت انرژی جهان دارد بیش از این از مدار اینفلوئنس آمریکا خارج شود. بنابراین فروش F-35 به عربستان نه فقط یک معامله، بلکه تلاشی برای حفظ این ارتباط و جلوگیری از نفوذ بیشتر چین است. اما این تصمیم یک طرف دیگر هم دارد: اسرائیل. فروش هواپیماهای فوق پیشرفته به هر کشور عربی همیشه برای اسرائیل موضوعی حساس بوده است. تل‌آویو نگران است که اگر روزی تغییرات سیاسی و حکومتی در عربستان رخ دهد، همین جنگنده‌ها که امروز به عنوان ابزار همکاری عرضه می‌شوند، در آینده تبدیل به تهدید بالقوه‌ای برای امنیت اسرائیل شوند. به همین دلیل آمریکا همیشه نسخه‌های صادراتی F-35 را محدودتر از نسخه‌هایی که در اختیار اسرائیل قرار دارد تنظیم می‌کند. برخی سنسورها و قابلیت‌های نرم افزاری و حتی بخشی از ویژگی‌های پنهانکاری در نسخه‌های صادراتی از سطح مطلوب اسرائیل پایین‌تر نگه داشته می‌شود. با این حال حتی نسخه محدود شده F-35 نیز همچنان بسیار پیشرفته‌تر از جنگنده‌های موجود در منطقه است. برای عربستان این معامله یک جهش تاریخی محسوب می‌شود. ارتش این کشور که تا امروز بیشتر به جنگنده‌های نسل چهارم تکیه داشت، با ورود F-35 وارد دنیای نسل پنجم می‌شود. این یعنی افزایش توان شناسایی، توان حملات دقیق و اتصال به شبکه‌های گسترده اطلاعاتی. به بیان دیگر، عربستان وارد مرحله‌ای از قدرت هوایی می‌شود که تنها کشورهای معدودی در جهان به آن دسترسی دارند. در مقابل ایران مسیر متفاوتی را طی کرده است. به دلیل تحریم‌ها و محدودیت‌ها ایران نتوانسته وارد رقابت در حوزه جنگنده‌های نسل پنجم شود و نیروی هوایی‌اش عمدتاً از جنگنده‌هایی مانند F-14، F-4، میگ-29 و سوخو 24 تشکیل شده است. ایران از سالها قبل این واقعیت را پذیرفته و استراتژی خود را بر محور توسعه توان موشکی، پدافندی و راداری بنا کرده است. نتیجه این رویکرد تبدیل شدن ایران به یکی از معدود کشورهایی است که موشک‌هایی با برد بالای 2000 کیلومتر تولید می‌کند و توان پدافندی لایه و شبکه‌ای را در بخش‌های مختلف کشور پیاده کرده است.
اما با ورود F-35 به عربستان معادله امنیتی منطقه قطعاً دچار تغییر می شود. بسیاری از تحلیلگران معتقدند اگر در آینده بین ایران و عربستان تنشی نظامی رخ دهد، F-35 می تواند بر روند عملیات تأثیر بگذارد. در این صورت جنگنده‌های عربستانی می توانند با استفاده از ویژگی پنهانکاری خود وارد مناطق حساس شوند و سعی کنند برخی اهداف را مورد اصابت قرار دهند. در مقابل ایران نیز از توان موشکی خود برای ایجاد بازدارندگی استفاده خواهد کرد و تلاش می کند پایگاه‌هایی را که ممکن است محل استقرار این جنگنده‌ها باشند تحت فشار قرار دهد. در هر صورت باید پذیرفت که ورود F-35 به عربستان تهدیدی نسبی برای موازنه قدرت موجود محسوب می شود. نکته مهمتر این است که اسرائیل و عربستان هر دو می توانند از شبکه اطلاعاتی مشترک F-35 استفاده کنند. این جنگنده ها داده های راداری، حرارتی و الکترونیکی را با هم به اشتراک می‌گذارند و این ویژگی توان ترکیبی آنها را چندین برابر می کند. به این معنا که اگر هر دو کشور به طور همزمان از F-35 استفاده کنند، آسمان منطقه برای ایران پیچیده‌تر و اطلاعات دشمن هماهنگ‌تر خواهد بود. این ارتقای هماهنگی هوایی سطح جدیدی از چالش را برای پدافند ایران ایجاد می کند. پدافندی که باید با حجم زیادی از داده‌ها و مسیرهای احتمالی نفوذ مقابله کند. با این حال ایران همچنان مسیرهایی تازه برای حفظ توازن در پیش دارد. توسعه بیشتر سامانه‌های پدافندی، رادارهای فرکانس پایین، شبکه‌های یکپارچه دفاعی و افزایش توان جنگ الکترونیک از جمله حوزه‌هایی است که ایران تاکنون روی آن کار کرده و می‌تواند آن را گسترش دهد. جنگ الکترونیک برای مقابله با جنگنده‌ای مانند F-35 اهمیت ویژه‌ای دارد، زیرا این هواپیما شدیداً به سنسورها، ارتباطات دیجیتال و پردازش داده وابسته است. ایران همچنین می‌تواند از گسترش پهپادهای شناسایی، تقویت دقت و قدرت موشک‌های نقطه‌زن و توسعه توان رصدی بلند مدت استفاده کند. در کنار همه این موارد، دیپلماسی منطقه‌ای نیز نقش مهمی دارد. هرقدر روابط ایران و عربستان در مسیر کاهش تنش قرار گیرد، احتمال بروز درگیری مستقیما کاهش می‌یابد و امنیت عمومی منطقه پایدارتر خواهد شد. در نهایت باید پذیرفت که فروش F-35 به عربستان تحول کوچکی نیست. این رویداد نشان می‌دهد آمریکا در حال ایجاد یک ساختار دوگانه جدید در اطراف ایران است. اسرائیل در غرب و عربستان در جنوب. هر دو کشور در حال تبدیل شدن به دو بازوی امنیتی آمریکا در منطقه هستند. این موضوع فضای امنیتی آینده را پیچیده‌تر و رقابت را هوشمندانه‌تر خواهد کرد. آینده رابطه ایران و عربستان بیش از هر چیز نه فقط به تعداد جنگنده ها بلکه به توان اطلاعاتی، قدرت بازدارندگی، ظرفیت پدافندی و مهارت دیپلماتیک دو طرف بستگی دارد. نظر شما چیه؟ به نظر شما بزرگترین برنده این معامله کدام کشور است؟ خوشحال میشم نظرتون رو در بخش کامنت ها برامون بنویسید و اگه ویدیو رو دوست داشتید لطفاً لایک کنید و کانال رو سابسکرایب کنید. تا ویدیوی بعدی آسمونتون امن.